جلسه سوم، تمرین مضراب به سیم دوم و انگشت گذاری روی سیم دوم. برای اینکه بتونیم به سیم دوم مضراب بزنیم، موقعیت یا پوزیشنی که توی سیم اول داشت کمی تغییر میکنه و پوزیشن کمی میاد بالاتر و انگشت اول ما و ناخنمون روی سیم دوم فرود میاد، از روی سیم فرود میاد. اگر انگشتانتون به سیم اول هم بچسبه اشکالی نداره، چون کاری با سیم اول نداریم. باز هم تکرار میکنم، خاصیت ستاره این هستش که وقتی به سیم دوم مضراب میزنیم، سیم سوم و چهارم هم مرتعش میشه. پس مضرابتون رو محدود نکنید به سیم دوم. به صورت اینکه دست چپ باز هست، سیم دوم صدای نوت سل رو میده. ما توی ساز ستار سیم دوم رو سل در نظر میگیریم. البته یک توضیحی داره، به طور کلی ساز ستار یک ساز انتقالیه، یعنی ما سیم اول رو دو فرض میگیریم، ولی به صورت صدا به صورت دیاپازون صدای سی بمول میده. خب سل، مضراب میزنه واسه هم داخل میره. خب برای انگشت گذاری دست چپ به همون صورتی که سیم اول بود، سیم دوم به همون صورت. ما سیم رو پشت پرده نگه میداریم و مضراب میزنیم. وقتی سیم دوم رو نگه میداریم، سیم اول زیر انگشتانمون میمونه، اشکالی نداره. منتها دیگه اصابتی به سیم سوم چهارم نباید بکنه. دست باز سل، پرده دوم لا، پرده پنجم سی و پرده ششم دو. خب وقتی اینو یاد گرفتیم، ما میتونیم تمرین صفحه 4 رو به راحتی اجرا بکنیم. قسمت اول سول 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 لا لا لا، سول لا سول. قسمت دوم سی هم اضافه میشه. قسمت سوم دو هم اضافه میشه. موفق باشید و مجدد هم اگر نیاز به کمک داشتید همیار رو فراموش نکنید.